الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على إمام الموحدين سيد الأنبياء والمرسلين الذي بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 56 از آموزش توحید است و ان شاء الله سبحانه وتعالى در این حلقه باقی مانده یک چند از صفتهای فعلی ربوبیت الله سبحانه و تعالی را به شما بیان میکنیم. این حلقه 5 از توحید ربوبیت است. بارک الله فیکم. یکی از صفتهای فعلی الله، اون صفتی که الله فعلا انجام میدهد. صفت فعلی یعنی صفتی که الله انجام میدهد، فعلا به وجود می آورد. این الرزق هست. الرزق این صفت الله است، یعنی رزق دهنده. الرزاق این نام الله است که صفت رزق به وجود میاد. الله کیست؟ الله ذاتی که تنها و یکتا خودش رزقی تمام مخلوقینش را میدهد. بجز الله رزق دهنده وجود ندارد. الله سبحانه و تعالی میگوید: من یرزقکم من السماوات والارض قل الله. کی به شما رزق میدهد از آسمان ها و از زمین؟ بگوی محمد که الله. والله یرزق من یشاء. الله به کسی خواهد رزق میدهد. البته رزق صاحبش الله است. رزق این فعل الله است. فعل ربوبیت الله است. رزق این فعل ربوبیت الله است. بارک الله فیکم. پس مرد مؤمن یا زن مؤمنه، یک انسان مؤمن هیچگاه از رزقش نمی ترسد. از همین جهت علمای اهل سنت و الجماعت میگویند هر کسی که اعتقاد داشته باشد که رزقش از جانب الله است و این رزق با حرکت کردن یا نکردن تعلقی ندارد، حرکت کردی یا نکردی رزقت می آید، همچنین اعتقاد داشته باشد و هیچ ترسی از رزق نداشته باشد، انمین به درجه بالای توحید رسیده است. چرا که انسان چقدر موحد شود همان قدر به الله باوری میکند و وقتی که به الله انسان باوری میکند به همین درجه می آید که رزقش از الله است. اما انسان‌های مشرک، انسان‌هایی که توحیدشان ضعیف است، در مسئله رزق مشکلی دارند. مشرکان رزق را از غیر الله می‌دانند. از کجا می‌دانند؟ از خودشان می‌دانند. بسیاری انسان‌ها نفس پرست شدند، مشرکند، نفس خودشان را، هوای خودشان را می‌پرستند. الله میگه الذين اتخذوا، آنانی که الذين اتخذوا الههم هواه، یعنی آنهایی که الهشون هوای نفسشون است، آنهایی که نفسشون را اله گرفتن.
یعنی نفس های خودشون رو معبود گرفتند، نفس خودشون رو میپرستند، مشرکند. چگونه؟ مثلا میگن که از سبب این که من دانایم، از سبب این که من خودم زور هستم، از همین جهت من رزق دارم، از همین جهت من بای هستم. قارون دشمن الله و رسولش در زمان موسی علیه السلام همچنین سخن رو میگفت. علم خیمیا رو آموخت، علم خیمیا رو فهمید و چگونه از زمین طلا را و قیمت بها سنگ ها را جدا کردن را آموخت. بعد از این بینهایت بای به دولت شد. قارون کلید بایگریش به 40 شتر بار کرده می شد، به 40 شتر. اما به موسی علیه السلام ایمان نه آورد. گفت من این همه بایگری را از سبب علمم و ذکاوتم و عقلم، از سبب خوب بودن و دانا بودن و زیرک بودنم پیدا کردم. الله بایگریش را به زمین در کشید و خودش را هم به زمین در کشید. رزق از جانب الله است. ای بایها که خود را مسلمان میدانید، بدانید که اگر بگوید که بایگری من از داناگی من است، بایگری من از علمی من است، از زور بودنی من است و غیره و غیره، این شرک است و شما به شرک واقع شده اید. والعیاذ بالله. مطلقا رزق از جانب الله است. قسم به الله تمام علم دنیا را بخوانید، تمام هنر را یاد بگیرید، اگر الله به شما رزق در تقدیرتان ننوشته باشد، در این دنیا فقیر و مسکین و غمبغل وفات میکنید. اما الله اگر نوشته باشد حرکت نکنید هم، الله سبحانه و تعالی به شما رزق میدهد. چگونه؟ همان گونه ای که الله میخواهد. از کجا؟ از کجایی که الله میخواهد. بدون حرکت، بله بدون حرکت. ایمان میاریم. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان میگه ان الله سبحانه و تعالی در حدیث اومده است، بخشش بله در حدیثی صحیح اومده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن ان الله كتب مقادر الاخلاق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنه. پیش از این که زمین و آسمان را الله خلق کند 50,000 سال پیش از خلق کردن زمین و آسمان تمام تقدیر انسان را نوشته است. انسان چی میخورد، چی میپوشد، چقدر زندگی میکند و چی رزق دارد. رزق زندگیش، رزق عمرش، رزق از فرزندهایش، رزق خوردن و نوشیدن و آشامیدن و غیره، تمام رزقش. قسم به الله به حرکت تو چیز زیاد نمی شود و برنجیدن و غمگینی تو هم چیز دیگر نمی شود. همون چیزی که هست همون است. ما باید راضی باشیم. راضی شدن این از ایمان است. نسبت دادن رزق این از ایمان است و همین توحید است. بارک الله فیکم. بعضی ها میگویند برای کشایش کار، یعنی برای رزق وسیع شدن، شما به مزار روید، به نزدی قبر فلانی ذبح بکنید، نظر شرکی بکنید. والعیاذ بالله. این همه برعکس رزق انسان را نابود میکند، انسان را در این دنیا و آخرت خوار و ذلیل و جهنمی میکند، زیرا که انسان با این عمل مشرک کافر میشود. هیچگاه این عمل را انجام ندهید. رزق شما در دست الله است. به الله رجوع کنید، به الله بازگردید، موحد باشید. بارک الله فیکم. اما موحد شدن رو نه به خاطر بای شدن. بعضی ها مسلمان میشوند تا که بای شوند. نه والله، این نیت غلط است. مسلمان شدن ما خاص به الله است، آموختن توحید خاص به الله است. اگر الله هر یک موحد را بای به دولت میکرد، اولین کسی این رسول الله صلی الله علیه و سلم باید بودند. رسول الله بای نبودند. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که وفات کردند هیچ چیزی از رسول الله نموند. قصر و
خانه و دری زیبا و این چنین چیزها نداشتند. پس قدوه ما، نمونه ما رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و بدانید دهمین فعل از فعلهای الله سبحانه و تعالی و صفتهای الله سبحانه و تعالی این امر است. الامر و النهی، امر کردن، نهی کردن، این صفت الله است. و الحکم، حکم این صفت الله است. و التشریع، قانون برآوردن، این صفت الله است. و سن الدین، ساختن دین، تنظیم دادن دین، یک اداره، این از آن الله است. و تحلیل و تحریم، حلال کردن و حرام کردن، همه این صفت های الله است. یعنی تنها الله امر می کند، تنها الله منع می کند و تنها الله حکم می کند و تنها الله قانون می برارد و تنها الله سیستم و نظام و دین می سازد و تنها الله حلال می کند و تنها الله حرام می کند. هر کسی که بجز الله امر را کند مخالف امر الله، نهی کند مخالف نهی الله، مخالف امر و نهی الله، این البته کافر است و البته مشرک است. شرک را در ربوبیت انجام داد، مخالف امر الله و نهی الله برآمد. هر کسی که حکم نماید به حکم غیر الله سبحانه و تعالی، این مشرک شد، چرا که در ربوبیت شرک را انجام داد. حکم این صفت الله هست، حاکم الله هست، باید به حکم الله و رسولش حکم کرده شود. هر کسی که قانون برآورد، به قانون برآوردن راضی شد، به قانون برآورده اطاعت کرد، این هم مشرک است. قانون برآورنده این مشرک در ربوبیت است، خودش رو به الله برابر کرده است، چرا که قانون برار این الله است. کنستیتوسیون نویسان، حقوق شناسان، حقوق خوانان، ای کسانی که شما نیت و آرزو دارید که به این حقوقهای بشری، به این قانونهای انسانهای پستور رزیل، به این قانونهای مردم ساخته خدمت بکنید یا در خدمت این قانونها باشید، احتیاط باشید، توبه کنید، چرا که شما شرک را خواسته ایستادید. این نیت شما نیت شرکی است و این عملها همه شرک است و همه کفر است و صاحبش مشرک است. تمام کسانی که در پارلمان میشینند، دپوتات ها، هزار دعوای اسلام کنند، نماز خوانند، روزه دارند، حج روند، چیزی نگند، مشرکند، کافرند، زیرا که اونها قانون برارند. و قانون برآوردن این صفت خاص ربوبیت الله است، این از فعلهای خاصی الله است. هر کسی که حلال میکند و حرام میکند مشرک است، خود را به درجه العیاذ بالله الله برآورده است. حلال کننده و حرام کننده تنها الله است. این از صفتهای خصوصیت فعلی ربوبیت الله است. مشرک در ربوبیت شده است. الله در سوره اعراف میگه آیه 54: الا له الخلق والامر. آگاه باشید ای مردم، ای انسان ها، آگاه باشید، تمام خلق از آن الله است. در این دنیا هیچ خلقی نیست مگر اینکه از آن الله است. غیر از الله هیچ کسی یک پشه، یک قنات پشه را هم خلق نکرده است. خالق این خلق الله است و این خلق از آن الله است. و این چنین والامر له الامر، تمام امری که در این دنیا هست از آن الله است. امر یعنی تمام امرهایی که در این دنیا هست، تمام حکمی که هست، تمام نظامی که هست، باید حکم این دنیا، نظام این دنیا، امر این دنیا باید به حکم الله و رسول باید باشد، چرا که تمام حکم از آن الله است. هر کسی که مخالف حکم الله کرد پس خودش را به الله برابر کرد و مشرک در صفتی والعیاذ بالله فعل ربوبیت الله شد. الله سبحانه و تعالی میگه شرع لكم من الدین، سازنده دین الله است. سوره شورا آیه 13. و الله میگه در سوره یوسف آیه 40: این الحکم الا لله
یگان حکمی نیست مگرم حکم الله. یعنی تمام حکم هایی که بجز حکم الله و رسول است، این حکم ها حکمی صبح نمیشد. اینا شرک است و کفر است. اینها یک زباله است، یک افلاسی و نجاست است. حکمی که نجات مردم در همون است، این حکم الله و رسول است و حکم شریعت اسلام است. پس آگاه باشید که تمام حکم از آن الله است. هر کسی که حکم غیر الله را تطبیق کرد، به حکم غیر الله حکم کرد. هر کسی که به حکم غیر الله راضی شد و اطاعت کرد، هر کسی که حکم غیر الله را دفاع کرد، لشکرش شد، هر کسی که اراده حکم غیر الله کرد و برای تطبیقش کوشید، اینها همه مشرکند. چرا که الله گفت ولا یشرک فی حکمه احد. در حکم الله یگان کسی را شریک قرار ندید. حاکم الله هست، حکم الله است. بجز الله کسی را حاکم و قانون کسی را و حکم کسی را نگیرید، اطاعت نکنید. آشکار گفته است ولا یشرک فی حکمه احد. در آیت دیگر میگه ولا یشرک بعبادت ربی احد. در عبادت به الله هیچ کسی را شریک قرار ندید. در این آیت میگه در حکم هم هیچ کسی را شریک قرار ندید. یک کسی که سجده میکند به قبر، یک کسی که طواف میکند در گرد قبر، یک کسی که دعا میکند از مرده، این همه مشرک است. و اینجوری هر کسی که به حکم غیر الله رسول حکم میکند، این هم مثل همون مشرک است. هیچ فرقی از هم دیگر ندارد. شرک در حکم، شرک در اطاعت، شرک در دعا، شرک در عبادت، شرک در سجده، ذبح، نظر، همه یک نمود است. همه اش مشرک است. سبحان الله. الله میگه در سوره مائده لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم. شما حرام نکنید، حکم حرام نگذارید به آن چیزهای پاکی که الله برای شما حلال کرده است. هر کسی که می آید و یک حلال کرده الله را حرام میگد، به مجردی حرام الله را حلال کردنش یا به مجردی حلال الله را حرام گفتنش، این کافر است، مرتد است. و هر کسی که به این حکم راضی باشد، اینم مرتد و کافر است. در کجا؟ در ربوبیت مشرک شد، هم مشرک شد، مشرک است. یعنی خودش رو به جای الله برآورده است. سبحان الله. کسی که میگه که دوم زن گرفتن جایز نیست، سوم چهارم جایز نیست، من هست. کسی که میگیرد ترمه میشود. کسی که همین قاعده رو برآورد، کسی که به همین حکم میکند و به کسی که به همین راضی است و هر سودهایی که به همین تطبیق میکند، همین هم مرتد و مشرک است. مسلمان خودش رو هزارها بار بگوید مسلمان نیست، توبه بکند و این عملی زشت را ترک بکند و به سوی توحید بازگردد، به سوی الله بازگردد، بعد مسلمان میشود. هر کسی که سبحان الله یک حرام الله را حلال میگد، بمانند پرسنت ریبا را میگد که باکی ندارد، حلال است، در عصر 21 حلال است میگد، این انسان مشرک است، مرتد است، مشرک در ربوبیت و مرتد است. چرا که صفت الله را بر خودش داده است. بارك الله فيكم. دين خالص، حكم خالصا از الله است. الا لله الحكم، الا لله الدين الخالص. سوره زمر 3. پس از همین جا میگوییم که تمامی دولت هایی که به حکم غیر الله و رسولش حکم میکنند، به حکم غیر اسلام حکم میکنند، اینها دولت های شرکی و کفری، حاکمانش کافر، پارلمنت هایش قانونبرار کافر، مشرک، مرتد، لشکرانش مرتد است. و هر انسانی که از مسلمان ها همچنین دولت را حق میداند و طرفداری میکند و لشکر اون هست، اینم مرتد است، خواه امام است خواه مأموم. و این مذهب اهل سنت و جماعت است. سبحان الله. در مسئله حکم الله هیچ
مجال تنازل کردن نیست. یعنی یگان جای این مسئله رو پوشیدن و نیگفتن و بازی کردن نیست. این مسئله آشکار و واضح و روشن است. و از همین جهت میگویم که تمام حزب هایی که خودش را به اسلام نسبت میدهد و حکم غیر الله را میخواد، همین حزب های شرکی و کفری اند. رئیسان این، علمای این حزب و دانندگان و کسانی که دیده دانسته این عمل را انجام میدهند مرتد و مشرکند. اما انسان های عادیش عملشون شرک است، حجت میرسونیم و بعد از این تکفیر میکنیم اگر قبول نکنند. شاء من شاء ابا من ابا، کسی خواهد بخواهد، نخواهد نخواهد. این دین الله است. چرا که اونها ربوبیت الله، یک از یک چند فعل های ربوبیت الله، یک چند صفت فعلی ربوبیت الله را، امر، نهی، حکم، تشریع، تحلیل و تحریم، همه اینها را انکار میکنند. سبحان الله. پس برادران و خواهران عزیز، بیدار باشید، زیرک باشید. و یکی از دیگر فعل های ربوبیت الله این الانعام است. الانعام یعنی الله منعم است، نعمت دهنده. چخیلی که الله در سوره نحل آیت 53 میگه و ما بكم من نعمت فمن الله، هر نعمتی که در شما است این از آن الله است. صاحب نعمت الله است. هر کسی که نعمت رو صاحبش رو از غیر الله میداند، این انسان هم به شرک در ربوبیت واقع شده است. تمام فضل و تمام نعمت از الله است. وقتی که الله به شما نعمت داد، کسی دیگر را سبحان الله شما شکر و حمد نگوید، بلکه الله را گوید. دهنده نعمت الله است. اما یک کسی به شما کمک کرد، نیکی کرد، نعمتی الله به واسطه یک کسی اومد، به اون تشکر گفتن، رحمت گفتن باکی ندارد. اما دونید که از الله است. الله در سوره مائده میگه، در سوره 7، در سوره مائده آیه 7 میگه واذکروا نعمت الله علیکم. اون نعمت هایی که الله برای شما داده است، بر شما داده است، این رو به یادتون بیاورید، یادرس بکنید. یعنی یک در خاطرتون نعمت های داده الله را چرخ بزنونید، به یاد بیاورید و بدانید که نعمت از الله است. و این چنین یکی از صفات های دیگری الله که صفت فعلی ربوبیت الله است، این اطعام و تأمین است. طعام دادن و در حالت امن و امانه قرار دادن انسان. چخیلی که الله میگه در سوره قریش اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. الله همون اللهی که انسانها را در حالت گرسنگی طعامشان میدهد و طعامشان داد و از خوف ایمینشان نگاه کرد. البته این به مشرکینی که در همون زمان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بودند. و 13 صفت فعلی ربوبیت الله این علم غیب است. علم غیب یعنی دانستنی حادثه ها و چیزهایی که در آینده می شود و به من و شما ناروشن است، هیچ کسی ندیده و نشنیده و نفهمیده است. روز آینده صاحب این علم الله است و بجز الله هیچ کسی علم غیب را ندارد. هر کسی که دعوای علم غیب بکند این رأس طاغوت است، این مشرک است، این مرتد است، در توحید ربوبیت مشرک شده است. هر کسی که ساحر باشد، جادوگر باشد و غیب را میداند از شما پیشگویی کند و غیره، این مشرک است. شرکش در توحید ربوبیت است، در قسم علم غیب. علم غیب این از صفتهای خاص الله است که بجز الله هیچ کسی از علم غیب با خبر نیست. الله در سوره نمل آیه 65 میگه قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا الله. بگوی محمد که هیچ کسی در این آسمان ها و زمین غیب را نمیداند الا الله، مگرم بجز الله.
تنها یگانه ذاتی که علم غیب را میداند این الله است. سبحان الله. و عنده مفاتیح الغیب، کلیدهای غیب در دست الله است. حتی الله به رسول الله امر میکرد که بگو که لا اعلم الغیب، غیب رو نمیدانم، ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر و ما مسني السوء. پیامبر صلی الله علیه و میگن اگر من غیب رو میدونستم به من نیکی ها خوبی ها بسیار میاد و به من هیچ ضرری نمیآمد. هیچ کسی غیب رو نمیداند، نه اولیای، نه انبیای، هیچ کسی. چی برسد به این ساحران جهلا، به این ملعونین بدبخت های شیطان پرست های مشرکین، اینها اصلا از شکل و بشری نفرین خودشون بیخبرند. غیب رو چی میدانند؟ الله خارشون کند. اینها شیطان پرستانند، اینها بنده های شیطانند، اینها مشرک هم در ربوبیت، هم در الوهیت و هم در اسماء و صفات. الله خارشون کند. سبحان الله. از همین جهت ما از علم غیب مردم رو منع میکنیم که این چنین انسان مشرک میشود و جهنمی میشود و الله از این عمل غضبش میآید. و البته این دعوا کردن علم غیب این شرک در ربوبیت است. 14مین صفت فعلی ربوبیت الله سبحانه و تعالی این القضاء والقدر والهدایة والاضلال است. قضا کردن و قدر کردن، هدایت کردن و گمراه کردن. هدایت کننده کی است؟ الله است. گمراه کننده کی است؟ الله است. هر کسی که به طرف هدایت حرکت کرد الله هدایتش میکرد. هر کسی که نیت گمراهی و به طرف گمراهی کمی حرکت کرد الله گمراهش میکرد. گمراهی مطلقا در دست الله است. الله به علمش و به حکمتش کسی رو خواهد هدایت میکند و کسی رو خواهد گمراه میکند. الله ظالم نیست. القضاء والقدر. قضا و قدر چیست؟ قضا میگند علما این نوشتن تقدیر هاست و قدر این بعد از به وقوع پیوستنی همون نوشته های الله. و بعض از علما میگن بالعکس، قدر این نوشتن تقدیر و قضا بعد از به وقوع پیوستنش است. عموما نوشتن تقدیر و به وجود آمدن تقدیر این همه فعل های الله است. الله به وجود می آراند. الله در سوره قمر آیه 49 میگه ان کل شیء خلقناه بقدر. ما همه چیزها رو به تقدیر، به قدر معین خلق کردیم. صاحب تقدیر الله است. اما کسی بیاد و بگوید که هر یک انسان خودش صاحب تقدیر خودش است، الله به تقدیر هیچ همراهی نیست، تو خودت تقدیر ساز هستی، تو خودت تقدیر جنبان هستی، تقدیرت رو بخیز بجنبان، تقدیرت رو بخیز بساز. من به تقدیر باوری ندارم. تقدیر در دست خود انسان است و غیر سخنها رو میگد این مشرک در ربوبیت است، چرا که صفت فعلی ربوبیت الله را انکار کرده است. شرک تعطیل است. سبحان الله. برای همین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم القدریه مجوس هذه الامه گفتند. قدری ها مجوس مشرک های این امت است، چرا که قدری ها گفتند که انسان خودش آینده خودش رو میسازد. الله آینده انسان را ننوشته است و قدر نکرده است. الله از آینده انسان بیخبر است گفته است. والعیاذ بالله. و کسانی هستند که همه چیز را از تقدیر الله میدانند. مشرک شدن را، کافر شدن را میگن تقدیر است، باکی ندارد. زنا کردن و گناه کردن تقدیر. اینها جبری هستند، اینها جهمی هستند، اینها البته والعیاذ بالله اینم کفر است، بلکه وسط است. میگم همه چیز از تقدیر الله است، اما به اختیاری بنده است. بنده اختیار دارد. الله در سوره المدثر آیه 31 میگه یضل الله ما یشاء و یهدی ما یشاء. الله کسی را خواهد هدایت میکند و کسی را خواهد گمراه میکند. پس در تقدیر موحد باشید. هر کسی که در مسئله تقدیر موحد نیست مشرک است.
باید خوب دقت بدید. مسئله قدر ان شاء الله ما در این مسئله بعد از یک چند حلقه صحبت میکنیم. و این چنین الاغناء و الافقار میگند، بوی کردن و قنبغل کردن. این فعل الله سبحانه و تعالی است. الله میکند، الله انسان را فقیر میکند و الله انسان را بوی میکند. این فعل الله است. انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید. شما فقیر به سوی الله هستید، اما الله غنی هست و حمید است. الله فقیر نیست، شما فقیر هستید. الله فقیر کننده الله است. سوره فاطر آیه 15. و اینچون در سوره رعد آیه 26 است. الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. الله به هر کسی که خواست رزق را بسیار میدهد. و این چنین در عافیت نگه داشتن و شفا دادن، این از فعلهای ربوبیت الله است. یعنی تنها این عمل در دست الله است. الله خودش انسان ایمن نگه می‌دارد و خودش شفا می‌دهد. و اذا مرضت فهو یشفینی. سوره شعراء آیه 80. پس از فعلهای ربوبیت الله عز و جل، بارک الله فیکم، این عزیز کردن و خوار کردن، ذلیل کردن و حرکت کنانیدن روزها، به وجود آوردن شب، بارانیدن باران، برآوردن نباتات، سبزوات و غیر از این بینید زیاد است که شماریده نمی فعلهای الله، فعلهای ربوبیت الله است. هر روز ما به چشم میبینیم که این فعلهای ربوبیت الله است. پس وظیفه من شما چیست؟ وظیفه من شما همین است که همه این فعلهای ربوبیت را به الله نسبت بدهیم و در این فعلهای ربوبیت الله را، کسی را به الله شریک قرار ندیم یا که این کار نکنیم. به الله کسی را برابر کردن این شرک است و الله را از، یا که این صفات ها را از الله دور کردن و الله را صفات های بگیم یا که فعلهای ربوبیتش را انکار کردن، این البته شرک تعطیل است. بارک الله فیکم. با همین این حلقه رو به پایان میرسانیم و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه های آینده باز در بالای دیگر مسائل صحبت خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.